دویم وسیله علم ذکا، زیرکی. شخصی گرنگ، شخصی بیفهم، شخصی کندفهم علم گرفته نمیتواند و ذکا دو خیل میشد، موهوب و مکتسب. موهوب از جانب الله تعالی داده شده است. یک کودک از خردسالیش زیرک، با عقل، یک نوع جوابها میدهد به سوالهاتون که در حیرت میمانید، فهم دارد. این موهوب است، الله تعالی برای او فهم داده است. و نوع دیگرش مکتسب، کسب میکند. انسان کسب میکند، یعنی فهم را مهنت کرده درک میکند، مییابد. با دعا، با طلب، با خیر و سخاوت، با عبادت و بندگی و استغفار. خیلی که شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتن که 1000 مراتبه اگر یک مسئله رو نفهمم استغفر الله و اتوب الیه میگفتم. یا میگفتن که یا معلم ابراهیم علمنی، یا مفهم سلیمان فهمنی. دعا، طلب. ای ذاتی که به آدم و داوود و سلیمان و ابراهیم علم دادی، به من علم ده. ای ذاتی که به سلیمان فهم دادی، به من فهم ده. طلب میکنه الله تعالی، زیرکی ده برای من، فهم ده. پروردگار گفته میطلبید. و این چنین با دیگر کارهایی که سببی صاحب فهم شدنتان میشود، همون سببها را میگیرید و یعنی که کسب میکنید فهم را، زیرکی را. برای زیرک شدن با زیرک ها هم نشست شدن لازم، از زیرک ها زیرکی را آموختن لازم. با همین یا اینکه بعضی طبیب ها میگویند که خوردن مثلا فلان نوعی میوه خشک برای عقل یا برای ذهن فایده دارد، مثلا انا همین سبب ها را اجرا میکند و فهم و زیرکی را کسب میکند. اصلا الله تعالی برای او طبیعتا نداده است، لیکن با کسب مهنت کرده همین چیزا حاصل کرد. اگر این چیزا نباشد، آدمی که فهم ندارد، آدمی گرنگ هست، او هم استاد خسته میکند و هم اگر یک روز بعد اینکه 20 سال طلب علم کرد و امروز آمده به بالای منبر نشسته است، دیگر از او در امنیت نباشید که از نام الله تعالی سخنی غلط میرساند، چون او فهمش که کند است، خطا فهمیدگی است نصوص قرآن و نصوص سنت را. و یکی از کبیرترین گناه ها همسایه شرک در قرآن کریم اینکه بدون علم سخن کردن از نام الله تعالی. الله سبحانه و تعالی میگوید که و ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. از همه گناه کلان اینکه با الله سبحانه و تعالی شریک بیارید، یک چیزی را که الله تعالی به اله بودن آن از جانب خدا یگان حجت نازل نکرده است. یعنی بود عبادت کردن اینا یگان حجت و دلیل ندارید. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، اینکه از نام الله تعالی چیزی که نمیدانید به مردم گویید. ببینید همسایه شرک است. از نام الله تعالی گپ زدن شاید از شرک هم گناهش کلان شود. برای چی؟ شرک، آدمی که شرک میکند فقط خودش به هلاکت میرساند. آدمی که از نام الله تعالی سخنی غلط میگوید، سخنی که الله تعالی نگفته است به مردم میگوید، این مردم رو گمراه میکند. چه خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت ضلوا فاضلوا، خودشون هم گمراه شدند، مردم هم گمراه کردند. این بسیار گناه کبیره است که انسان بدون علم گپ زند. باب العلم قبل القول والعمل. امام بخاری گفتند که باب در این باره که علم پیش از سخن و پیش از قول است.